making, I'ma burn them. Burn them, I'ma murk them. And if they playing with this fire, I'ma burn them. Murder. I'ma burn them. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them, burn them. All this money I be making, I'ma burn them. خب همونطور که از تامنیل ویدیو هم مشخصه قرار بریم مسابقات درگ تبریز که 26 و 27 مرداد ماه 1402 برگزار شد. اونم با 220 شرکت کننده تو کلاس‌های مختلف که خودم پشمام ریخته بود. رکورد کشوری هم با این همه شرکت کننده شکند. فقط تنها مشکلش این بود که یوتیوبر مملکت رو یه دونه جا برای ماشینش نمیده. الان باید بریم از ورودی دوم پیاده بریم. کلا دهنمون جر بخوره. در کل پیست یادگار 3 تا ورودی داشت. ورودی اصلی که بسته بود اون هیچ. موند ورودی دوم و سوم. ورودی دوم چند تا اتوبوس بودن، چند تا آدم نذاشتن بریم. تصمیم گرفتیم از ورودی سوم بریم. چرس کنه. اونی که داره برمیگرده حتما یه چیزی میدونه داره برمیگرده. یه دقیقه بعد الان ما هم برمیگردیم. بله اینجا بسته است. برمیگردیم. ولی از اونجایی که هر 4 تامون از بیماری گشادی رنج می‌بردیم تصمیم گرفتیم بریم جلوتر شاید یه راه ورودی باشه. به اومدیم Bostanlıq. Yes. Belə yadigarın vurudçu dalda Xakidən cənubla bağlayıblar. Əsli yol bağlıdır, qıfıllıdır. عرفان در حال گفتگو کردن برای رد شدن. وقتی راه رو میسپاری بگی راه بلد. متاسفانه گشادی هم جواب نداد. مجبور شدیم از طولانی ترین راه بیاییم. تا اینجاش که بخش واقعا آسون مرحله بود. هوا یه جوری گرم بود واقعا همه داشتیم میپختیم. اینم میگم واسه اونا که شاید ندونن بعضی ماشینا کلا دم دستگاهشون آورده بودن بیرون. اینا برای سبکسازی بود. یعنی اینطوری میشد که وزن ماشین کمتر میشد، سرعت ماشین بیشتر میشد. یماجی اینو میگیری یه دونه از این کانال کولره بگیر. از شانس ما چادر رو دقیقا گرفتن جلوش. فکر کنم دیدین دیگه 206 سفیده. جالبیش اینجا بود که از هر قشری اومده بودن. یعنی بعضیا کلا یه تیم بودن. میتونیم ببینین دیگه سایبون هم آورده بودن. یه چند هم کادر. اینجا هم که پشمام کلا زمین بود. اولش فکر کردم آردیه ولی 405 بود. اینجا هم که تایپ مورد علاقه منو میبینین. 206 ماکسیما کاور نقره‌ای. به در مورد پیستم بگم که گفتن 300-400 تومن خرج کردن. به نظر من که عالی بود. تنها مشکلش این بود که واقعا امنیت نداشت. مسابقه امروز یک رکوردی در کشور رو ثبت کرده. برای اولین بار 220 شرکت کننده، یعنی 220 نفر ثبت نامی داشتیم در کلاس‌های مختلف 200 متر و 400 متر. خب روز اولم تموم شد. درگا رو انداختن. اونی قوی تر بودن رفتن مرحله 2. حالا میریم روز دوم.
میکنن. بله این ریاکشن حساب شده. من بدون ریاکشن یعنی اگر بخواد الان باید 16 سپاه 1800 سی سی منتظر حضور شما هستیم. شماره ریاکشن احسان مرادی 474,000. یو نوجا به نظرتون چیه راجع به نظرم مثبت حاجی. فقط نزن اینجا میرشیم، اگه نزنم میرشیم خوبه. بچه های آقای عرفان عباسی رو مشاهده میکنید، داور کمیته درگ تبریز هستش. آقای عرفان عباسی نظرتون درباره درگ و این بچه ها یه خورده گاز میدن اینا چیه؟ چند تا ماشین اینجا گازگوز میکنن، نمیدونم نمیرن هیچ کاری. همین یعنی نمیخواید چه خوب میکروفون مستقیم بگی سمتش؟ نه هیچ کاری دیگه نمیخوام، من میشینم نگاه کنم فقط. اگه من بودم همین چه خوب با همین دم دستگاه. بچه دل منو شکوندن، دارم میرم سمت خونمون. ندونسته میخواستیم بریم اونجا، به کار رفتیم. شانس. همه ماشین عالی و قابل احترام بودن، ولی این ماشین واقعا یه سرگردن از همشون بالاتر بود. حالا انتهای این ویدیو یه ویدیو هم میذارم ببینید، از این اینستاگرام طرف برداشت. مسابقه başladı. Yox, az elə qutardım müsabiqə. اینجا هم انگار موتور یکی از ماشینا ترکیده بود. کلا آمبولانس، اورژانس، آتش نشانی همشون داشتن میرفتن سمت اونجا. واقعا ورزش خطرناکی در عین هیجانش. ماشینای ما 1 2 اینم در کل از نظر من که واقعا همایش عالی بود. اگه امنیتش هم برقرار بود که بود، اتفاقی نیفتاد، ولی اگه بهتر بود عالی میشد. امیدوارم از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. چنل هم ساب کنین، لایک و کامنت هم یادتون نره. ممنون.